بزرگترین دستاورد ملت تاجیک در آخر عصر 20 این به دست آوردن استقلال کشور به حساب می رود. واقعا در جهان کشورهای زیادی هستند که در آرزوی به دست آوردن استقلال به سر می برند. بنابراین ما را ضرور است که به قدر و قیمت نعمت بزرگ رسیم و تمام قوه و نیروی خود را برای مستحکم کردن پایه های استقلال کشور سفربر نماییم. یکی از بهترین دستاوردهایی که در زمان استقلالیت کشور ما به آن دست یافتیم این استقلال انرژتیکی کشور محسوب می یابد. واقعا تاجیکستان امکانیت‌های وسیع برای پیشرفت این ساحه را دارا می باشد. یکی از اقدام‌های بی‌نظیر محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از آن عبارت است که در دوره استقلال کارهای ساختمانی در نیروگاه برقی آبی راغون آغاز بخشیده شد. همگان شاهد آن هستیم که سالهای 2018 و 2019 پای در پای دو اگریگت این نیروگاه بزرگ عصر به استفاده داده شد و ما همگان امید به آن داریم که در سالهای نزدیک این ساختمان عصر به اتمام رسد و در این زمینه امکانیت ساخته و به استفاده دادن کارخانه های خرد و میانه و بزرگ به وجود می آید و تاجیکستان از هر نقطه نظر به پیشروی های پای در پای دست می یابد.